چند اشتباهی بزرگ و مهم در تذکره که فردا بر ما دردسر بسیار کلان را ایجاد میکنه. دوستان گرامی، اگر شما میخواید تذکره بگیرین به تازگی، حتما این موضوعات در نظر داشته باشین. اگر یک از این موضوعات شما نادیده بگیرین، فردا حتما دچار مشکلی بزرگ میشین. و او دوستایی که تذکره دارید فعلا و اگر یک از این مشکلات در تذکره شما وجود داشته باشه، حتما کوشش بکنین که او مشکل اصلاح شود، چون فردا ممکن بر شما و یا بر فرزندان شما مشکل بزرگ ایجاد شود. یک از این موضوعات غلط بودن نام شما در تذکره. خیلی دوستان نامش در تذکره اشتباه درج شده، چی از نگاه معنایی و چی از نگاه ایملایی. اگر شما یک از این مشکلات رو داشته باشین، حتما بر اصلاح آن اقدام بکنید. و یا خیلی دوستا فرزندان خود نام میگذارن، نام مشابه که از نگاه معنا ممکن معنای متفاوت داشته باشه، ولی از لحاظ نوشتاری به یک شکل نوشته میشه، مثل سکینه و سکینه. سکینه و سکینه ممکن از لحاظ گفتاری متفاوت باشه، ولی به شکل نوشتاری عمدتاً به یک شکل نوشته میشه که اینا قطعا فردا دچار مشکل میشه برتان. حتما در قسمت نامگذاری فرزندانتان نیز توجه داشته باشین و خصوصا در قسمت گرفتن اسنادشان که اسناد رسمی و مهم است، حتما این موضوعات نادیده نگیرید. موضوع دوم در مورد درج دقیق تاریخ تولدتان در فرمای تذکره. خیلی از دوستا مراجعه میکنن، ما شاهدش هستیم که تفاوت سنی یک پدر با فرزند کلانش گاهن 10 سال مطابق سند ثبت شده. گاهن تفاوت سنی یک مادر همراه با دخترش 9 سال تفاوت داره که اینا عقلا و منطقا هم درست نمه. یعنی یک انسان در 9 سالگی نمیتونه پدر شود یا در 9 سالگی یک انسان نمیتونه مادر شود، چون در موقع گرفتن تذکره در مورد درج تاریخ تولدشان دقت نداشتن، نه در مورد درج تاریخ دقیق تولد خودشان و نه در مورد درج تاریخ دقیق تولد فرزندشان که فرداها از لحاظ اسناد دچار این مشکل بزرگ میشن و حل کردن این موضوعات فردا بسیار سخته های خود داره، بسیار وقت تلفی های خود داره. کسایی که در این مشکل سردوچار شدن اونا حتما قدر این موضوعات میدانن. موضوع بعدی، کوشش بکنید دوستان گرامی که در مرحله اول گرفتن تذکره حد الامکان تخلصتان درج بکنید، چون تخلص شما در اول اگر درج تذکره شود، شما فردا برای گرفتن پاسپورت، برای سفر کردن به بیرون از کشور، حتی برای استخدامتان در ادارات شما دچار مشکل نمیشین. به راحتی شما میتونین هم پاسپورت بگیرین و هم بیرون کشور سفر بکنین، هم نیازی نمیشه برای اینکه شما دوباره تخلص درج تذکره داشته باشین. موضوع بعدی دوستان، حالت مدنی شما باید مطابق واقعیت های زندگی شما درج تذکره شود. خیلی دوستا حتی مراجعه میکنه روزانه، ما در شعبه میبینیم که حتی نمیدونه که در تذکرهشان حالت مدنی مطابق واقعیت زندگیش ثبت است یا نه. اهمیت ثبت بودن حالت مدنی مطابق واقعیت زندگی دیگه است که خیلی اتفاقا و خیلی حمایت های اجتماعی و حمایتی مطابق حالت مدنی یک انسان صورت میگیره. مثلا برای یک خانواده بی سرپرست، اگر او سرپرست خانوادهشان حالت واقعی زندگیشان یا حالت مدنی واقعیشان درج تذکرهشان باشه، اینا دیگه نیازی به تحقیق نیست. حتما در هر اداره یا در هر نهادی که مراجعه میکنه با درج بودن حالت مدنی واقعیشان، اونا مطابق همزو پالیسی و پلانی که داره برشان مساعدت اگر داشته باشه و یا هر امکانات که داشته باشه مراجعه میکنه. مثلا خانمایی که فعلا مطلقه هن، خانمایی که بیوزنن، در صورتی که اینمی حالت واقعی مدنیشون درج فرمی تذکره بکنن، اینا فرداها بسیار براحتی میتونن در هر نهادی مستحق کمک شوند.
و یا حتی در مرحله ازدواج کسایی که مطابق تذکرشان حالت مدنیشان مجرد درجن، اینا ممکن در کشور فعلی ما این موضوعات فعلا یک مقدار کم توجهی نسبت به اونا شوه، ولی حتما مهمه، حتما این موضوعات شما درج تذکرتان داشته باشید. موضوع بعدی درج نام قومتان و زبانتان خیلی مهم است در تذکره. خیلی موضوعات است که بر مبنای قوم، بر مبنای هویت یک شخص در تصمیم‌های ملی و بین المللی شکل میگیره. مثلا خیلی کشورهایی که بورسیه‌های تحصیلی خوده بر مبنای قومتا، بر مبنای زبان به شهروندان ما مثلا ارائه میکنه. اگر قرار باشه که نام دقیق قوم ما، زبان ما در تذکره درج شود، ما فرداها حتی برای نه تنها که برای رفتن به کشور بیرونی برای تحصیل، بلکه حتی برای ثبت هویت واقعی ما در کشور موضوع نهایت مهم و ارزشمند است. موضوع بعدی درج دقیق نام دین و مذهبتان که یک هویت دینی است، یک هویت مذهبی است. این موضوعات هم دوستا خیلی کسان نادیده میگیرن، ولی در فرم تذکره نهایت مهم است، چون مسائل عقیدتی مذهبی اینا نمیشه که چشم پوشی شود و نمیشه که اینا رو ما نادیده بگیریم. موضوع مهم بعدی درج نام پدر و پدرکلانش ما به شکل درستش. خیلی دوستان نام پدرشان به شکل درست ثبت تذکرهشان نیست و حتما شما اگر این موضوع رو نادیده بگیرین، نام پدر شما اگر در فرم تذکره درست باشه، شما فردا در تقسیم میراث، در مرحله استخدام، در گرفتن پاسپورت، در مسائل امنیتی حتی شما دچار مشکل میشه. برای اینکه شما این موضوع مدیریت کرده باشین، حتما از صحت بودن نام پدر و پدرکلانتان مطابق ردیف فامیلی در تذکره مطمئن شید. یک موضوع دیگه دوستا که حتما شما رو در نظر بگیرین، خیلی کسایی که مطابق نام محلیشان مثلا در خوردی برش حاجی میگه، حاجی محمد یا حاجی احمد، یا ملا میگه برشان لقب برشان میده و اینمی نام شما حتما کوشش بکنین که بامزین نام محلی تان تذکره نگیرین. فردا حتما دوستای ما داریم روزانه مراجعه میکنن برای پاک کردن نام پیشوند ملا از نامشان، برای پاک کردن نام حاجی از نامشان که این نام مطابق سند تحصیلیشان نیست، تفاوت بین تذکره و سند تحصیلیشان داره. برای اصلاح کردن این موضوع خیلی سرگردانن، خیلی پشت راه حلی کوتاه میگردن که موضوعات شما حتما و حتما رعایت بکنین و موضوع بسیار مهم است. عکس شما باید شفاف باشه، مطابقت با چهره فعلی شما رو داشته باشه. اگر عکس شما مطابقت با چهره فعلی و ظاهری شما رو نداشته باشه، شما حتما در مسائل امنیتی، در گرفتن پاسپورت، در ده ها موضوعات دیگه ای که مترادف با تذکرتان است و اگر قرار شده که عکس شما رو با چهره شما مطابقت بده، مطابقت نداشته باشه، نسبت به شما شک ایجاد میشه. موضوع بعدی که مهم است ثبت دقیق محل تولدتان در تذکره. قریه، ولسوالی، اینا درج کردن دقیقش در تذکره خیلی مهم است و در خیلی موضوعات ما رو کمک میکنه تا ما زودتر و راحتتر اسناد ما طی مراحل شد. دوستای گرامی، اگر شما تجاربی از این مشکلات رو داشته باشید و یا با داشتن یک از این مشکلات اگر دچار مشکل شده باشین، حتما تجاربتان در کامنت با ما شریک بسازید. و دوستایی که سوال داشته باشه، هر نوع سوال اگر داشته باشین، سوالتان بپرسین آزادانه، انشاءالله ما با سوالات شما پاسخ ارائه میکنیم. اگر این موضوعات برای شما مهم باشه، شما میتونین با حمایت کردنتان، با سابسکرایب کردنتان، با نظر دادنتان ما را حمایت بکنین و با حمایتتان ما میتونیم ویدیوهای خوبتر و بهتری را خدمت شما دوستا تقدیم بکنیم.